روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر پیام نشر نموده گفت بعد پیروزی تاریخی بر گروه دهشت افکن دولت اسلامی در سوریه، ارتش آمریکا فوراً به وطن برمیگردد. همین طریق پسران ما، زنان جوان و مردان ما همه همین حالا برمیگردند. ما همان طور میخواستیم پیروز شدیم. سخنگوی قصر سفید سارا ساندرز ابراز داشت که خروج تخمیناً 2000 افسر و سرباز نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه آغاز یافت. این خبر بعضی قانونگذاران ایالات متحده آمریکا و متفقان این کشور را نگران کرد. وکیلان هم از حزب حاکم جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات اقدام پرزیدنت ترامپ را محکوم کردند. بعضی ها گفتند که این عمل خیانت به نیروهای کرد است که در سوریه متفق آمریکا هستند. دیگران تاکید کردند که به این وسیله آمریکا پیروزی بعد جنگ 7 ساله در سوریه را به روسیه تقدیم کرد. در سوریه آمریکا از ائتلاف عرب‌های مخالف حکومت پرزیدنت این کشور بشار الاسد و ائتلاف کردها پشتیبانی می‌کرد. روسیه و ایران باشد از حامیان پرزیدنت بشار الاسد به شمار می‌روند.